اسمت‌الله‌یف رقم 19 سربون افغانов اینجا صدای اوشتکی دوبار بلند می شود. ادامه میدیم معرفی هیئت ها رو. رقم 4 سعید سولا تاریخ بسازند و بهترین امکانیت برای بازیگران دسته اولبوک از پای افتانیده می شود. همین حالت رو ما متوجه می شویم. اینجا نام خود دارد و اگر این مراتبه نیست تواند به زدن گل دست یا باید ضربه اجرا کرده می شود. امکانیت داشت دروازه‌بان ولی به توپ نرسید. گل به ثمر رسید بود که پسش نوانیق رفت و سنجر خزیبویف توانست که ضربه پنالتی رو خوب اجرا کند و اس رو از سمت راست دروازه سازمان بدهند. ولی البته بازیگران دسته اسخط را ما متوجه میشویم امکانیت دارد اینجا بختیار ظریفov ولی گل‌های دسته اسخط را بختیار اینجا امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته اسخط پیدا میشود ولی با توپ و به اشتباه را میدهند. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته هولبوک پیدا می شود. ببینید که چگونه محافظتگر را میگذرد بازیگر دسته هولبوک. شوق نسبت به این بازیگر بیشتر با قاعده ویرانکنی را میدهند. ضربه با سر بود. در اینجا بهترین امکانیت برای بازیگران دنبه و یاور او باشد وفاق قرایف می باشد از ناحیه شهر نو. دسته هولبوک ارسال با داخل جریمه گاه. ببینید که چگونه ضربه اجرا میکند بازیگر بود. با داخل جریمه گاه ارسال هم انجام داده می شود. امکانیت در ضربه ببینید که چگونه ضربه عالی اجرا میکند. امکانیت هست پس با داخل جریمه گاه. اکنون با هجوم خوفناک بازیگران دسته اسخط متوجه می شویم. امکانیت با هست با داخل جریمه گاه پس انجام داده می شود. ضربه هم اجرا گردید. ضربه خیلی قوی بود از جانب بازیگر دسته اسخط. ارسال با داخل جریمه گاه. ضربه با سر بود اینجا. امکانیت نوبتی از سمت چپ جریمه گاه. ضربه و اینجا معذرت میخواهم یک دفعه آنها توانستند که با خود ضربه کنجی کار کنند و ضربه اجرا کرده می شود با سر از خبر کنیت هست تا یک عکس الهجوم دیگر سازمان داده شود. اینجا بازیگران هر دو تیم مبارزه میبرند و فرصت نوبتی برای بازیگران دسته اسخط پیدا می شود. ببینید که چگونه یک بر یک با دروازه‌بان میبرد ضربه و گل. این اولین گل شوکت هوتم در موسم جدید لیگ اولیه کشور است. ببینید که چگونه توپ رو از بالای نوبتی برای آنها پیدا می شود. یونس اسمت‌الله‌یف ارسال با داخل جریمه گاه. ضربه هم اجرا شد. خوفناک خود را سازمان بدهند. ببینید که چگونه امکانیت است و نه با هجوم می‌گذارند. امکانیت نوبتی ارسال با داخل جریمه گاه ولی کسی یک پاکیج خوب کرد. فرصت نوبتی برای بازیگران دسته اسخط پیدا می شود. امکانیت و عبدالله دولت فست داور بازی. امکانیت نوبتی ببینید که ضربه دقیق اجرا کرده نمیتواند بازیگر دیوربک شوقیف جنباز میگردد. دسته ها در دایره دور 15 یک امتیازی به دست آوردند.